دوستان ما بعضی چیزهای تحریری یا گرفتن تشکر میگوییم. وکیل از حزب کمونیست ما نمیتونیم که مخالفا را مجبور کنیم که حتما چیزی ما را قبول کنند. اصلاحات ماهیت قانون از نظر من جریان انتخابات تغییر داده نمیتونه. چند سببش هست. چندین سال ما کوشش میکنیم که اصلاح شود. ما درباره سخن درباره جلب کردن انتخاب کننده ها در انتخابات، جلب کردن نامزدها، خیلی کلمه 200 مینیمالی 200 با 100 کردیم با چند میشود؟ این میشود قریب $1000 به دلار گویم ساده تر. باز 45 نفر در روی خط $1000. البته غیر از حزبی که بیزنسمن در ترکیبش پر است، دیگر کدام حزبای فقیر و غریب اینقدر مبلغ جمع کرده میتوند که باز همون وقتی که نگذشت راست مبلغ بودجه گذارد. بودجه از این پولا پر نمی شود هیچ وقت. این یک از نظر من از روی تجربه که ما داریم یک ممانعت اشدی هست نسبت به حزب‌های سیاسی که اشتراک نکنند. خب مانع چرا؟ ما پیشنهاد میکنیم که حداقل که معاش حاضر حد میانه $120 که باشه همون نماند یا 2 ماهش ماند، 1 سالش نماند. 1 ساله اون معلم پروفسور و دیگری که معاش خط زندگی میکنه این 1 ساله معاش خودش با انتخابات بده همتون نامزد و بعد نگذرد 1 ساله معاشش نیست. پول برق و پول کمونالی و پول خورد و خوراکش از کجا میابه؟ این یک ممانعت شدید است. این اصلاح نشد. یک دویم مسئله از این جدیتر برای از در اوکروگ‌های انتخاباتی نماینده های حزب‌های سیاسی را به نظر میگیرند. ما راضی هستیم، این پیشترم کرده بودیم، حاضر هست که همین رو به نظر میگیرند که در اوچسک انتخاباتی نیست همون که نماینده های حزب‌های سیاسی با پیشنهاد حزب‌های سیاسی گذرند. این همینجور نمونده است. اصلا تقدیر انتخابات در اوچسک‌های انتخاباتی معین می شود، نه در اوکروگ فقط می سنجد بالانسش توازنش میگه که همون در اوچسک آواز دادن در اوکروگ همون درستی حساب کتاب شده است یا نه. اونجا نماینده همین قدر خدمت دارد او دیگر یگان چیز تغییر داده نمیتونه. در اوچسک انتخاباتی پروتکل است. پروتکل را میبیند و را ببردارد برده مقایسه میکند. اون وقت این چیز می شود. سوم چیزی که من راست گپ خیلی در اینجا گفتن که کارمندان مقامات محلی حق ندارن که رئیسی کنند در این چیز. این چیزی درست است. حق ندارن اینا. لیکن وقتی که در اونجا می رویم در انتخابات در اونجا بسیار انتخاب کنند در روسیه اونا با عهده کارمندان همون نماینده های ما سفارت و کنسول مونده است و یا اکنون این کار میکنند و یا مسئول هستند که شرایط برای انتخاب کننده ها تأسیس کنند، اوچسک‌ها تأسیس کنند شرایط، نه اینکه خودشون مسئول همون چیز باشد، مسئول خود جریان انتخاباتی باشد و نعیم با مخالف است. برای این در مجموع ما با خلاصه آمدیم با مؤلفان رحمت که بعضی تکلیف‌های ما را گرفتند، لیکن ما باز پیشنهاد خودمان دو کسه علایده از نو پیشنهاد میکنیم برای بررسی مجلس نمایندگان. در این شکل ماهیتاً همین جریان انتخابات عادلانه و شفاف نمیگذرد. این ما تجربه داریم. ما میدونیم که